این هم مسئله با کم تغییر چیتر میکنیم. گپ آدم تباوت میکنه. ادبی چی میگن گپا؟ سخن. که و علمی چی میگنش امروز؟ اطلاع، اینفرماسیون. اینفرماسیون مانند خوراک حل میشه و در معنی سری ما حل میشه. هر اینفرماسیون اطلاعاتی که در سری ما میدونه تقسیم میشه. شما اگر زبان خونده باشید میدونه مثلا در زبان فعل است، در زبان صفت است، همه این در معنی سری ما هست تقسیمش میکنن. هر یک کلمه در معنی سر آب میشه. اما آدمی که کلمه های مرکب میشنوه حل کردن میتونه، یعنی کلمه های نشنوه حل کردن نمیتونه. برای که اونو حل کنه باید یک دانش مخصوصی باشه. ما کودکی مثلا یک ساله رو میتونیم که گوشت بتیم، ما نمیتونیم. برای چی؟ برای حل کردن هم نمیتونه. برای همین آدم در گپ همون قدر گپ خطیش بزن که وای حل کردن بتونه. برای ما همین علم بزرگی پسیکوتراپی و روانشناسی را، روانشناسی را با فهمشات شما آورده استیم که شما همین را بفهمید. فهمشات شما اکثر وقت مثلا علمی هم هست برایتون، روایتیست، دینیست، فلسفیست. برای وقتی که گپ در معنی سر در اومد، یکم چیزی که میشود این حس میشود. گپ در بدن چی میشه؟ حسیات میشه. حاضر من اگر گپ زنم آلوچه تروشه چی شد در دهان شما؟ آبی دهان میبره. در برابر این صورت میشود. من آلوچه که گفتم یا که تروش آلوچه تروش گفتم اتوماتیک که پیش نظرتون چی میوه؟ صورت همون چی پیش نظرتون میوه. از این بر میوه که معنی سر بینید گپا را چکار میکنه؟ حس، یعنی حس میکنه آدم، پیش نظر میکنه و فهمیش میتیه. اتوماتیکی عقل ما میگه که آلوچه در کجا میروه، کی میروه، برای چی فایده داره، کی خوردن دکار، ما بلازیم است یا نه. معنی سری موده هر سخن که وارد شد و اتوماتیکی حسیات و احساس فکرانی ما رو چکار میکنه؟ بیدار میکنه. او دیگه دوزی فهمونده. مثلا میگیم سخن چند نموده است؟ اطلاع خبریه، آموزشیه، هم گویم که ادبیه، گویم که اطلاعاتیه، گوناگونه. سخن هم میتواند چی باشه؟ تبابتی. سخن تبابتی را کی میگه؟ کسی میگه که سخن شفایی را کسی گفتن میتونه که بسیار مقامش به من نه. باید از تمام علم ها، علم دین و علم فلسفه و علم طب و علم روان و اجتماعی و دیگر علم ها باید درک داشته باشه. چون که پیشش کسایی میان که کسبشان این یا اون سمت زندگی رو مثلا فرا میگیرن. برای همین ای کسب او باید درک داشته باشی. اگر کسب خط نقص بدانی، آموزش دیگر کسب ها آسانه. مثلا توجیکا میگن اگر زبان خط نقص بدانی، زبان مادریت، آموزش دیگر زبان ها برای تو چی میشه؟ برای تو آسان میشه. دانستن صد زبان آسان گردد. یعنی نیو کنید گپ میرفته است، حل میشده است، حس میشده است، ابراز صورت میشده است. مثلا حتی که حسیات‌های دیگری با مانند بوی و مزه و دیگر فشارهای گوناگونی که مثلا در پوست هست، همین حسیات‌ها رو چیکار میکنه؟ بیدار میکنه. بیاید میگیریم سخن شفا خیلی یک کلمه مثلا سلامت باشه که تاجیک‌های ما بسیار میگن خیلی است. یک کار شبود میبینی یا که میبینی یا خیرخش میکنی همه وقت میگه که چیکار چی؟ سلامت باشی، سلامت باشی. چی معنا داره؟ برای آدم عادی خیلی مسئله سلامتی رو میگه، خیلی سلامت باشه. برای آدم خندان این تقسیم میشه. یعنی که در ریشه کلمه سلامت هست مثلا ریشه سلام. سلام این معناش چی؟ صلح. یا که از یک نقطه نظر دیگر بی‌عیبی و این نام یکی از نام‌های اسماء الحسنا است، نه؟ اسماء خداوند. در همین معناش این که بی‌عیبی و بی‌نقصی. من برای تو چی میخواهم؟ بی‌عیبی و بی‌نقصی. من برای تو صلح میخواهم. صلح چی در معنی سر؟ صلح چی مثلا در
خانواده چی سول در جامعه. حالا که تصور کنید ریشه کلمه سلام چیست؟ در ریشه سلای او از اون میگن که هیل سلام یعنی رحمت است. رحمت ریشهش چیست؟ رحمه. یکی از نامهای خدا چیست؟ رحیم، مهربان، با مهربانیت میکنه. مهر است. انا گوش من برای تو چی میخوام بازین؟ با مهر میخواهم. یعنی مهر را بیدار میکنه، به عیبی به نقصی را بیدار میکنه، فهم و درک شامش بیدار میکنه. حسان‌تر همین مهر در آدم انگیزه میاد، با وجود میاد. وقتی که آدم مهر در وجودش پیدا شد، آدم انسان میشود. یعنی هست همه آدم هم، ولی آدم اگر مهر نداشته باشه انسان نیست. این کلمه انصاف مثلا گویم در یکی صاف، یعنی که مهر یکی از گویم که قسمی نهایت مهمی گویم که برقرار شوی یا که مثلا تشکل انسانه. انا که تصور کنید یک کلمه را بینید چقدر میآورده است. صلح به عیبی به نقصی را در وجود انسان پیدا میکرده است، با رحمت میشده است، یعنی که آیسته آیسته رحمت مهر میشده است. مهر در وجود انسان قوت است. کسی را دوست بدارن قوتش چیست؟ زیاده. اکثر جنجال مردم حساب اونایی که مهرشون نمیرسن. بسیار وقت مثلا خصیصی میکنن زنشون در اویله یا دیگر در چی میکنن؟ مهر را نمیتین. این سبب اون میشه که جنجال برای اون مهر که مرا مهر بده و جنگ نمیشه و فهموندن یا دیگر میشه. یا که فرزند اگر مهر نتی فرزند چی میبید؟ فرزند دیگریم که نابوب میبید، فرزند خولیگان میبید، فرزند یکراو میبید. اما همون مهر آدم چکار میکند؟ ملایم میکند، نرم میکند، صاحب علمش میکند و غیر از این آدم اگر علم ماند. انا که تصور کنید که یک کلمه سلامت باشی چقدر چی داشته است و این در معنی آدم سخن تبابت کن، سخن شفا کار میکنن. هر یک کلمه که آدم به سخن تبابت میکنه معنا داره تا عمقی آخرین. مهر چیست؟ اساسی ساختمانی گویم که همین دنیا را خداوند عالم ها را ساخت از حساب مهر بود. مهر به انسان داشت، از آن جمله به رسول گرامی مهر داشت. یعنی که بینید یک کلمه ما را به کجا برد؟ با فلسفه چی؟ آفریدگار که از حساب مهرش دنیا را چی؟ دنیا را آفرید. برای اینکه شش دید ما سخنان تاباتی شفایی که گفتیم و در معنی سرش ما چی میبندن؟ بودیم که تاثیر میرسوند، نقش میبند، آیسته تقسیم میشه، نتیجه میتید. احترام آدم ها از حساب چیست؟ حساب سطح دانش شده. آدم دانا بای میشود، آدم دانا حاکم میشود، آدم دانا اداره میکنه، راهبری میکنه، نظارت میکنه، تشکیل میکنه. یعنی اون آدمی که دانشش نسبتاً چیست؟ زیادتره. اگر آدم نادان بایم شود دولت چه بای میتید؟ همون داراییش بای میتید. برای چی؟ برای که باید با واسطه علم اداره میکنن. همون خانواده که روی علم کار میکنن، علم جمع میکنن، به مصلحتن خانه شان میکنن. همه مناسبت هم در همین اساس است. امروز برای همین تاجیکستان هم شرایط سخت است. فرزنداتون رو چیکار کنید؟ بخوانونه که صاحب علم شوند. ما با همون حالت پیشینه ما که تاجیکا در علم دنیا دست داشتن، مثلا در شویتساریا مجسمه آدمای بزرگای همون 4 عالم تاجیک در همون جا مجسمه شدن. اروپایا عالمای ما را قدر میکنن و ما هم امروز باید چکار کنیم؟ عالمای خودمون را چکار کنیم؟ قدر کنیم. بین آدم مثلا عامی و بین عالم زمین و آسمان فرق است. برای همین علما رو احترام کنید، خطشان مناسبت کنید، با علم تبابت کنید، با علم زندگی کنید و با علم آینده‌تان رو ببینید که با تاجیکستان ما 1000 ساله ها وطنمون باشه. سلام علیکم.